سلام، من اینجا بازی کسرا رو آوردم، طراحی کردی. خب اینجا یه دونه تاس داریم، اینجا کسر روش داریم، اینا رو نوشتی یا اینا رو این درس. خب بعد اینطوری من تاس رو میندازم، مثلا افتاد 1/4، این دایره 1/4 میارم اینجا. خب بعد اینجا یه شکلش هم انتخاب شکلش کن. رو آوردیم، اینها بذار تو سیبل. بعد هر کی برندش کنه. خب از اینجا باید 1/4 رو درصدش هم بیار دیگه، جابجا کن. آره میشه. خب پس اومدی تاسو انداختی رو این اعداد رو نوشته بودی، از پایین بالا به تصادف انتخاب کرده بودی، رو تاس نوشتی. بعد هم خودش رو حرکت میدی، هم کسر رو، هم درصدش رو، هم شکل. بعد هر کسی زودتر تموم کرد کارت امتیاز 100 امتیازی مال اون میشه. خیلی هم عالی. ممنون آقای میساقی.